این آیسان از همون اول دنبال کسکلک بازی بود. مامانش که مرد باباشم فلنگو بست و زد به چاک. رفت اونور آب، گفت میره واسه کار، ولی رفت واسه داف. آیسان موند با یه عالمه بگاهی و یه مش رفیق کیری. نه مدرسه نه کار، کل زندگیش خلاصه شده بود تو نعشه بازی و در و داف. کسخنده میزد و میگفت باو دنیا 2 روزه، بدفاز نباشید، بذارید عشق کنیم. همه میگفتن تش یا تو قبره یا سینه کش زندون. ولی یه روز قره بخت به جای لاپایی لاتاری آمریکا رو برش کشید بیرون. یا همه چی کون فیکون شد. پسر ولگرد دیروز شد پسر قدیر آمریکا. بدن رو سکسی کرد، خونه و ماشین کیری گرون خرید و شروع کرد تو اینستا کس گفتن که زندگی وقتی روی خودش بهت نشون میده که دلت به آسمون وصل بشه و از این کس شعرا. اما اونور قصه علی بود، یه جوون آروم و بیشیله پیله. از همون بچگی نماز روزش ترک نمیشد. از خیلی چیزا گذشته بود که فقط آدم خوبی بمونه، ولی زندگی بهش کیر زد. نه کارش گرفت نه درسش. آخرش هم سرطان گرفت و خارش گاییده شد. بدهی رو بدهی، تنهایی رو تنهایی. تنها امیدش لاتاری بود. هر سال با زیدی ثبت نام میکرد، ولی هر سال کیر میشد. آخرش هم دختره ولش کرد و برای لاپایی رفت دبی. علی که دیگه کیرش زیر بار مشکلات خم شده بود، میگفت اگه خدایی هست پس من چرا بگاه رفتم و آیسان اونجوری. من تقاص کدوم کار خوبمو دارم پس میدم؟ کیرم تو کارما و از اون به بعد علی دیگه اهل دعا نبود. رفت سمت خلاف، آروم و بی صدا اما با دل پر، تا اینکه آخرش پر از خشم و عقده رفت بابای آیسانو گروگان گرفت. اونم نه فقط برای پول، برای خالی کردن خشمش تو این بی‌عدالتی. حالا هم نیاید تو کامنت ها برای من کسچر بنویسید که ما خیمال آیسانیم، چرا با آیسان اینطوری گفتی؟ یکم اون مغز کیریتون رو به کار بندازید.